اینی که صاحبخونه به شما میگه که من خودم میخوام اونجا بیام بشینم توی اون خونه، یا پسرم یا دخترم میخواد بیاد یا هر چی، دلیلی برای این نیست که شما فکر کنید که مجبور هستین اون خونه رو بهش تحویل بدید. من بارها و بارها به شما گفتم، بازم میگم، در ترکیه خونه مال کسیه که کلید دستشه به قول خود ترکا، یا اینکه توی اون خونه داره زندگی میکنه. قوانین اجاره در کشور ترکیه به نفع مستاجر هستن. من ضرب المثل استفاده میکنم و همیشه میگم که کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه. کسایی هستن مثل من سالهای زیاد خونهشون خالی میمونه و اجاره نمیدن به خاطر اینکه میدونن مستاجر از حقوق خیلی زیادی در کشور ترکیه برخورداره. خیلی به ما مراجعه میکنن و میگن که آخه میگه لازم دارم، میخوام بیام خودم بیام یا پسرم بیاد. این که احتیاج داره به خونهشو به شما نباید ثابت کنه، به قاضی باید ثابت بکنه و قاضی باید حکم به تخلیه شما بده.